تا حالا شده بری تو اینترنت دنبال مانیتور بگردی و کلی اصطلاحات عجیب ببینی و حسابی گیج چی؟ اینطوره این ویدیو رو تا آخر ببین، حتما کمکت میکنه. نوع صفحه مانیتور: مانیتورها به طور کلی به 4 دسته تقسیم میشن: TN، IPS، VA و OLED. TN ارزون ترین و پایین رده ترین مانیتورها از این پنل استفاده میکنن. IPS طیف رنگی و نرخ بروزرسانی خوبی دارن و استاندارد پنل های مانیتور محسوب میشن. VA تمامی خوبی‌های پنل IPS رو دارن، علاوه بر اون نرخ به‌روزرسانی بهتر، ولی یه سری محدودیت هم دارن. مثلا نمیشه از بغل بهشون نگاه کرد، یا مثلا رنگ‌های روشن رو پنل‌های IPS زنده‌تر به نظر میرسن. OLED همه قابلیت‌های VA و IPS رو داره و سیاه‌های به شدت عمیقی داره، اما یه ایراد بزرگ داره: قیمتش سرسام‌آوره. راستی لایکوسا بیاد نره، یه نکته هم بعد تو کپشن نوشت.